تریگونومتری کنجی دوچندهی گذاشتیم بیتون یک بار همونه می‌نویسیم. مثلا سینوسی 2 آلفا چیزی برابر بود؟ 2 سینوسی آلفا دو سینوسی آلفا کوسینوسی آلفا آفرین. کوسینوسی 2 آلفا ما چی؟ کوسینوسی آلفا. کوسینوسی کوادرات آلفا سینوسی کوادرات. بله کوسینوس کوادرات آلفا تاریخی نبود می؟ سینوسی کوادرات. و همین کوسینوسی 2 آلفا رو فقط کوسینوس که ifade کنیم چیزی برابر میشه. فقط کوسینوس. کوسینوس 2 آلفا هم 2 فقط سینوس که ifade کنیم. گپ نذاش کنیم. فقط سینوس که ifade کنیم. یک نوسی سینوس نه 2 سینوس کوادرات. خیلی بود. 2 سینوس کوادرات چیزی آلفا. اکو بچه‌ها امروز فرموله‌های تریگونومتری برای نسبی کنج می‌یابیم. باش. برای نسبی کنجش چخیل کرده اینه اثبات می‌کنیم بچه‌ها. این از اینجا خلاصه می‌کنیم بچه‌ها. ببین من نظرش کنیم. یعنی که ما وظیفه ما چیه امروز؟ سینوسی آلفا تقسیم 2 یافتن. نسبی کنجایی آلفا نسبتش. کوسینوسی آلفا تقسیم 2 رو یعنی کوسینوسی نسبی کنجه یافتن. با چه یافتن؟ تانجنسی نسبی کنجه و علاوه شده دیگر که تانجنسی نسبی کنجه چوکران آلفا تقسیم 2 یافتن. این وظیفه ما، این مقصد ما. اگه بیتون برای همین مقصد برسیدم چه میکنیم؟ اگر مثلا ما 2 آلفا جوش به 2 آلفا به آلفا عوض کنیم 2 آلفا به آلفا عوض کنیم اگر یعنی که سینوسی آلفا همین سینوسی آلفا و همین آلفا به نمودی دوچنده نویسیم اگر چه میشه سینوسی آلفا نباشه سینوسی 2 ضربی آلفا تقسیم چیزه 2 همین خیلی میشه همین با 2 اضافه میشه روی سه میشه آلفا میشه. اگه این فرمولی بولونگی بندگر سینوسی 2 آلفا نهایتش سینوسی 2 جای آلفا چیزی هست نکو؟ آلفا یک بار دیگه جای این فرمول جای آلفا چیزی هست؟ نصفی آلفا نصفی کنج جاش میمونه مگر سیم شد 2 سینوسی جای آلفا به سیم نمیکو؟ آلفا تقسیم 2 کوسینوسی این یک تا فرموله سینوسی آلفا ما این خیلی نویسی نشده است فهمو؟ عموما نه فقط سینوسی آلفا مثال اینه ببینید سینوسی 4 آلفا شما چه خیلی نویسید تو ممکن سینوسی 2 ضربی 2 آلفا خیلی اکنون جای آلفا نسیه چه؟ 2 آلفا این چیزی میشه 2 ضربی 2 آلفا سینوسی 2 آلفا کوسینوسی 2 آلفا همه ارگومنت های این فرمول رو آوردن ممکن فقط اینجا پیشش به 2 جدا کنید شد فهمیدن این یک کم قاعده این یک کم فرمول اینا یادمون بگیریم اکنون آمدیم حالا ما سینوسی آلفا تقسیم 2 نیافتیم سینوسی آلفا تقسیم 2 یا اینجا میگیم من این فرمول اینجا میگیم بچه‌ها بیتون میگیم سینوسی آلفا تقسیم 2 کنی چیزی رو برابر میشه نه از اهمیت دید عیناً همین خیلی 2 آلفا به آلفا عوض کنیم کوسینوسی 2 ضرب آلفا تقسیم 2 بگیم هم خیلی جای آلفا بگویم که آلفا تقسیم 2 مونیم اینجا چیزی به برابر میشه یک طرح 2 سینوس کوادراتی جای آلفا تقسیم 2 تمام اینجا مقصد ما این سینوس کوادراتی آلفا تقسیم 2 یافتن تو اینکه ما سینوس آلفا تقسیم 2 یافتیم میگیم چه به برابر میشه 2 با اختصارش رو میرد اینجا هم خیلی این با کوسینوسی چه به برابر میشه آلفا با کوسینوسی آلفا ما این چیز به برابر شده است انا کو اینجا 2 سینوس کوادرات آلفا یابیم اگر اول می 2 سینوس کوادراتی آلفا تقسیم 2 یابیم این برابری یک طرحی کوسینوس آلفا یعنی مینوسی 2 سینوس کوادراتی آلفا طرحی چپی مدل رو گذاشت کوسینوس آلفا طرحی راست رو گذاشت اینجا مینوس بود پیروز شده گذاشت اینجا پیروز بود چه شد مینوس اینجا سینوس کوادراتی آلفا تقسیم 2 میابیم با اهمیت بشونیم این چی به برابر میشه تقسیم
تقسیم تقسیم دو. اینجا سینوسی الفا تقسیم دوی خودش می‌آوریم. سینوسی چیه؟ الفا. برای این چیکار می‌کنیم؟ پلوس مینوس ریشه. هر دو طرف ریشه کوادراتی گیریم اگر چه میشه؟ پلوس مینوس ریشه کوادراتی یک طرح کوسینوسی الفا تقسیم چیزه؟ دو بچه. این فرموله دوی درس امروزه. این پلوس مینوسش کی استفاده می‌بریم بچه‌ها؟ پلوس مینوس چهار یکی فونکسی تریگونومتری نظر به گرفته علامتش معین می‌کنیم. مثلا سینوس کدام چهار یک خانده چه علامت‌ها داشت؟ مثلا ببینید 0 گرادوس اینجا چند؟ پی تقسیم 2 یا 90 گرادوس اینش چند؟ پی اینش 3 پی تقسیم 2 باز بیادگر چه میشه؟ 2 پی. تمام؟ علامت سینوس کی بود؟ پلوس مینوس. علامت کوسینوس ها؟ علامت تنگیز و کتنگیز همین علامت های وقتی حل مثال ها و چون کنیم استفاده میکنیم. همین مثال رو یک بار همین فرمول رو یک بار یک مثال حل میکنیم. بعد این چیزه بعد این فرمول دوم استفاده میکنیم. منش کتابی کبوتر کنده هست یک بار من بیارم. آفرین اینجا به اهمیت دید بچه ها. اکو اینو بینید کتاب مانده مشقی 104A و B. اینو بینید گفت که اگر مثال این اگزامپلش هم مثال گفت که اگر کوسینوسی الفا برابر 3 تقسیم 5 و الفا از 3 پی تقسیم 2 تا 2 پی باشد. از 3 پی تقسیم 2 تا 2 پی چارگی چند؟ از 3 پی تقسیم 2 تا 2 پی چارگی 4 باشد. تو چی یافت است؟ سینوسی الفا تقسیم 2 رو یافت. سینوسی چی رو؟ الفا تقسیم 2 رو یافت. در کدام فرمول استفاده داریم؟ سینوسی الفا تقسیم 2 برابری میبینیم که چارگی چارند علامتی سینوس ما چیزه؟ منفی. پیشی ریشه به در مینوسش مونیم. ریشه یک طرحی کوسینوسی الفا ما چنده برابر؟ 3 پنجگی تقسیم 2. همین خیلی میگیم این برابری چند برابر میشه؟ مینوس ریشه از 5 3 گیریم 2 تقسیم 5 تقسیم چند؟ 2. این برابری ریشه 1 تقسیم 5 بوده است. همین خیلی میگیم این 1 تقسیم ریشه 5 فقط که پیشش همچنان 3 مینوس 1 تقسیم 3 ریشه 5. اگر این راسیونال مخرج آزاد میکنم دارید ریشه 5 هم صورت هم مخرج به ضرب زنید مینوس ریشه 5 تقسیم 5. فهمیدید؟ این مثالش. اگه آمدیم نوبت یکم مقصد برسیدیم این رو سینوس الفا تقسیم 2 3 برابر بوده است. پلوس مینوس ریشه 1 سینوس الفا تقسیم 2. این فرموله رو از خود میکنید. سینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 برابر 1 طرح کوسینوس الفا تقسیم 2. این فرموله یونیورسالی تریگونومتری اینا حتما از یاد میکنید. اینجا به علامت خطاب مانده من حتما از خود میکنید. انا اومدیم نوبت کوسینوس رو بچه‌ها. کوسینوس رو از کدام فرموله میگیریم؟ کوسینوس 2 الفا برابر 2 کوسینوس کوادراتی الفا. بله عیناً همین کاری کردیم ما اینجا ببینید کوسینوس الفا برابر 2 کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 طرح 1. همین خیلی از اینجا کوسینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 یابیم. چه برابر میشه؟ یک جمعی کوسینوسی الفا تقسیم چیزه 2. کوسینوسی الفا تقسیم 2 خودش چه برابر میشه بچه‌ها؟ پلوس مینوس ریشه یک جمعی کوسینوسی الفا تقسیم 2.
انا این فرمولای اینش هم حتما از اون کنیم. فرمولای یونیورسالی ای تریگونومتری اینش فرمولای 3 حتما از یاد فهمیدیم می؟ کاسینوس هم مثالش عیناً همین خیلی میشه. مثال یکان بیتون کاسینوس الفا تقسیم 2 عیناً همین مثال رو میاریم. اگر کاسینوس الفا ما 5 باشد کاسینوس الفا تقسیم 2 چیزه میشه؟ کاسینوس الفا تقسیم 2 ما برابری این چارکی چند بود؟ چارکی چهارم از علامت کاسینوس چیزه؟ مثبت باشد پیش ریشه به هیچی لازم نیست. یک جمعی 3 پنجکی هم تقسیم 2 برابری 5 و 3 چند میشه؟ 8 پنجکی تقسیم 2 هم ریشه 8 تقسیم 10 یا کی چند؟ ریشه 4 تقسیم 5 2 تقسیم ریشه 5 فهمومی؟ 2 تقسیم ریشه 5 بچه بیتون یک بار درستی هر دو امین سنجیم چی؟ درستی این مثال رو بسنجیم. برای این سنجیم بزاندن چون کنید میدانید بچه ها عینیت اساسی تریگونومتری به میپرتاییم. سه بود سینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 جمع کاسینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 برابری چند؟ 1. یک بار همین چیز تدقیق کنیم چی؟ سینوس کوادراتی الفا تقسیم 2 جمع کاسینوس کوادراتی چیزه؟ الفا تقسیم 2 برابر 1. جای سینوس ما به چند میمانیم؟ مینوس ریشه 5 تقسیم 5 کوادرات رو برداریم 1 تقسیم چند میشه؟ 1 تقسیم 5 جمع 2 تقسیم ریشه 5 کوادرات رو برداریم اگر 4 تقسیم 5 برابر 5 تقسیم 5 برابر چند میشه؟ 1. دیدید؟ قناعت کنم نه؟ آفرین. اگه این دوم مقصد به هم رسیدیم. نه دوم مقصد ما هم اجرا شد. آمدیم نوبت سیوم دیدن ما. سیوم دیدن ما چیزی بود؟ من به فرمول تانجنس کی میگوید؟ تانجنس الفا برابری سینوس الفا تقسیم عیناً همین طرف تانجنس الفا تقسیم 2 برابری سینوس چه میشه دکو؟ الفا تقسیم 2 کاسینوس الفا تقسیم چیزه؟ 2. جای سینوس الفا تقسیم 2 با کدام فرمول میمونیم؟ پیروس میشه میمونیم ریشه 1 طرحی کاسینوس الفا تقسیم 2 تقسیمی ریشه 1 جمع چیزه؟ کاسینوس الفا تقسیم 2. این ریشه 2 ها اختصار شده میموند چیزه؟ پیلوس مینوس ریشه 1 طرحی کاسینوس الفا تقسیم 1 جمع کاسینوس چیزه؟ الفا. این فرموله رقمی چند آمدیم؟ 4 تانجنس نسبی کنج. این مقصد به هم رسیدیم بچه ها. بیتون عیناً همین مثال میگیریم. عیناً همین مثال کمی آرام. سینوس الفا تقسیم 2 یافته شدیم. چند شد؟ مینوس 1 تقسیم ریشه 5. کاسینوس الفا تقسیم 2 ما چیزه؟ 2 تقسیم ریشه 5. تانجنس الفا تقسیم 2 ما چند شد اشتراکش؟ تانجنس الفا تقسیم 2 ما چند شد اشتراکش؟ سینوس الفا تقسیم 2 کاسینوس الفا تقسیم 2 رو تقسیم کنه تمام مینوس 1 تقسیم ریشه 5 تقسیم 2 تقسیم ریشه 5. ریشه 5 ها اختصار شده میرد مینوس 1 تقسیم 2 هم خیلی معلومی. اکو کنی این فرموله سنجیم چی؟ این فرموله که همین جواب میبینی. نگاه کنید. چارکی چندم؟ چارکی چهارم در علامت تانجنس چیزه؟ مینوس. پیشش به پیش فرموله به سومدیم؟ نه زحمت بچه‌ها. تانجنس الفا تقسیم 2 برابر مینوس ریشه 1 طرحی کاسینوس الفا. کاسینوس الفا ما چند بود؟ 3 پنجکی تقسیم 1 جمع کاسینوس الفا. 3 پنجکی مینوس پیش میمونیم. اینش 5 3 گیریم 2 پنجکی تقسیم چند میشه؟ 5 و 3 8 چند یکی 5 یکی 50 اختصار میشه مینوسی 2 تقسیم 8 یا که 1 تقسیم 4 نمیشن میشن می 1 تقسیم 4 ریشه چند بود؟ نه با همین جواب شد می بچه ها. دیدید چه خیلی بود اصلا؟ چه خیلی خدای بود اصلا؟ هر دو فرموله که همین یک جواب بود. ما مقصدی موضوعی ما به 3 تاش برسیدیم.
انا کو تانگنس الفا تقسیم 2 چون میکنیم؟ نه جای تانگنس صورت و مخرجش چون میکنیم؟ تمام کتا اینجا بنویسم من تانگنسی الفا تقسیم 2 برابر پلوس مینوس اگر تانگنس اند یک پلوسی کوسینوسی الفا مخرج اند باشد که تانگنس اند چه میگوید؟ یک پلوسی کوسینوسی الفا تقسیم یک مینوسی چیه؟ کوسینوسی الفا. تمام بچه. لیکن ما تانگنس بر دو تا دیگر فرمول یافته میتونیم. ما تانگنس به چیزه؟ دو تا دیگر فرمول باید اثبات کرده براییم. این فرمول ها کدام ها حاضر من شما رو یاد میکنم. نه زحمتی. تانگنسی الفا تقسیم 2 ما چیزی به برابر شد؟ ریشه یک مینوس کوسینوس الفا یک پلوس کوسینوس الفا با اینو گوش کنید نه زحمتی. تانگنسی الفا تقسیم 2 بچه‌ها ریشه یک تحریک کوسینوس الفا تقسیم یک جمع چی؟ کوسینوس الفا. بچه‌ها همین گپی منو گوش کنید. حاضر هم صورت و هم مخرج بر یک جمع کوسینوس الفا ضرب کرده گیریم. یک جمع کوسینوس الفا هم صورت و هم مخرج ضرب کرده گیریم چه میشه؟ ریشه یک طرح کوسینوس الفا ضرب یک جمع چیه؟ کوسینوس الفا تقسیم یک جمع کوسینوس الفا با ضرب یک جمع کوسینوس الفا چه میشه؟ یک جمع کوسینوس الفا در کوادرات. های صورت ما فرمول ضرب مختصر امتیاز ا طرحی ب ا جمع ب ا کوادرات طرحی ب کوادرات. این چیزا رو با شده است. گپی من ناز گوش کنید. ریشه یک طرح کوسینوس کوادرات الفا تقسیم یک جمع کوسینوس الفا در کوادرات. انا کو یک طرح کوسینوس کوادرات الفا چه برابر موافق عینیتی اساسی تریگونومتری من سینوس کوادرات الفا با تقسیم یک جمع کوسینوس الفا در کوادرات. این کوادرات که هست تحت ریشه میبروده نمیخواد این چه برابر میشه؟ سینوس الفا تقسیم یک جمع کوسینوس الفا. این فرموله دیگر برای تانگنس الفا تقسیم 2 فرموله چندم شد؟ پنجم شد. نمیخواد می عیناً همین کار یک دیگه فرموله برای ما ممکن ما برای تانگنس فقط صورت و مخرج بنگو یک جمع کوسینوس الفا نگو یک طرح کوسینوس الفا ضرب کنیم چه میشه؟ تانگنس الفا تقسیم 2 یک طرح کوسینوس الفا شود اگر یک طرح کوسینوس الفا با ضرب یک طرح کوسینوس الفا یک طرح کوسینوس الفا در کوادرات میشه تو اتک ریشن بروده یک طرح کوسینوس الفا اكو مخرجش برعکس این صورت میشه یک طرح کوسینوس کوادرات الفا میشه رو یک طرح کوسینوس کوادرات الفا با سینوس کوادرات الفا میتیاد سینوس کوادرات الفا اتک ریشه کوادراتی میبرد سینوس الفا خودش. این فرموله ششم امروز درس بود. فهمونی بچه‌ها؟ تمام امروز درس ما انا همین موضوع.